دوستان سلام و ارادت. سنگ داریم دوستان، خب تست نیکل بهش بزنیم ببینیم به چه شکلیه. این دوستان جذب بسیار بالایی داره. دوستان شما اگه همراهتون تست نیکل داشته باشید تو طبیعت، دیگه مجبور نیستید این سنگا رو بیارید بعدم ببینید بیارزشه دوباره ببرید بندازید تو طبیعت. من اینجا رو یه چند قطره ریختم ولی خواستم فیلم نگیرم، بعد پشیمون شدم گفتم بذار فیلم بگیرم شما هم ببینید به چه شکلیه. خب دوستان یه سنباله میکشیم بهش. این تست نیکل اگه با خودتون ببرید طبیعت، همونجا تست نیکلشو میزنید. اگه صورتی بود، مشکوک بود، مثبت بود در میدارید سنگو، ولی اگه دیدید نه مشکوک نیست دیگه مجبور نیستید مثل ما بیارید دوباره اینو ببرید بندازید طبیعت. چون این تست نیکله، اول جذب سنگ بعد تست نیکلش. دوستان لطف کنید لایک و سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که بتونیم انشالله ویدیوهای بیشتر و بهتری رو براتون برگزاری کنیم. اینقدر شماره 3. ببین دوستان ببین صورتیه، یعنی مشکوکه دیگه. ببین دوستان این تست نیکلش صورتیه. من حالا اینو اصلا تستم نزده بودم چون تست نیکل همراهم نبود، به خاطر شکار سنگم نرفته بودم. اینجا گذری داشتم رد میشدم این سنگم پیدا کردم. صورتی خوشگلی هم هست، چون حالا سر این دستماله چون سنگ گرد و خاک داشت، ببینید این قسمت گرد و خاک گرفته ولی بالاترش اینجا تست نیکلش صورتی بود. حالا این ور میزنیم ببینیم این ور به چه شکلیه. سنگ وایسه یه جای قطره نریزه. خب شماره 1 که ریخته بودم اینجا هم از 2 هم استفاده میکنیم. 2 تا قطره دستشه. قطره شماره 3 هم میریزیم. حالا ببینیم واقعا از اینجا چی معلوم نیست. اجازه بدید یه دستمال بزنم بهش. حالا این ور دستمالم میزنیم ببینیم صورتی هست یا خیر. ببینید صورتی دوستان، ببینید تست نیکل اینم صورتی. دوستان بس تست نیکل خوبه با خودتون ببرید وقتی میرید دنبال شکار سنگا، همونجا سنگای بزرگ رو میتونید همونجا تست بزنید بهش. اگه صورتی بود که بیارید، اگه صورتی نبود دیگه میتونید همونجا رهاش کنید دیگه. این سنگ به این بزرگی رو مجبور نیستید بیارید دوباره خونه تست نیکل بزنید. خب اگه صورتی نباشه مجبور ببرید بندازید تو طبیعت دیگه. من به شکل ظاهر سنگ، رنگ پوسته هاش مشکوک شدم، بعد جذب بالایی هم داره برداشتم. حالا تست نیکلش هم خودش صورتیه. سنگ خوبی، حالا دیگه باید بره آزمایشگاه ببینیم چی عذاب در میاد دیگه. دوستان لایک کنید، زنگوله بزنید، ازتون بشم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.